دیگه هممون باید بدونیم که 90% انسان‌ها راست دستن. یعنی بیشتر انسان‌های زمین ترجیح میدن از دست راست یا پای راستشون استفاده کنن. در مورد پا 30% از انسان‌ها پای چپ و راستشون فرق نمی‌کنه و از هر دوشون استفاده می‌کنن. 60% انسان‌ها فقط پای راستشون رو میتونن استفاده کنن و فقط 8 تا 10% انسان‌ها هستن که پای چپشون قوی تره. هیچ موجود زنده دیگه رو کره زمین پیدا نمی‌کنیم که اینجوری چپ و راست داشته باشه. حتی میمون هم اینطوری نیست. دست‌ها و پاهای میمون هیچ فرقی با هم ندارن و هم دقتشون هم زورشون مساویه. اینجا یک سوال پیش میاد: چرا انسان‌ها اینطوری هستن؟ وقتی آثار باقی مونده از زمان انسان هومو ایرکتوس رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که اینها هم بیشتر راست دست بودن. بیشترین خراشی که رو دندونهای اینها افتاده مشخص میکنه که اینها با دست راست گوشت یا یک چیز دیگر رو میکشیدن به دندونشون. خطایی که رو دندونهای اینها وجود داره نشون میده که هم هومو ایرکتوس، هم هومو سیپین و هم ناندرتال اکثریت راست دست بودن. وقتی میگیم راست دست، منظورمون این نیست که دست چپ به درد نمیخوره. منظورمون اینه که کدوم دست دقتش بالاتره. مثلا گرفتن قلم توی دست، با دستی که دقت داره میشه نوشت. دستی که میتونه نخو از تو سوزن رد کنه. مثلا کار کردن با چاقو رو باید با دستی بگیری که دقت داره. البته ناگفته نماند که انسان میتونه از دوران کودکی با تمرین اون دست یا پای ضعیفترش هم ماهر کنه. البته این یک چیز استثناست. برای اینکه بفهمیم انسان‌ها چرا اینجوری شدن، باید بریم سراغ مغزشون. باید بدونید که مغز دو قسمت چپ و راست داره. قسمت راست چپ بدن رو کنترل میکنه. قسمت چپ راست بدن رو کنترل میکنه. این دو قسمت هم مساوی نیست. کارکردشون هم متغیره. مثلا اگر این قسمت از سمت راست مغز یک کار به خصوصی رو انجام میده، دلیل نمیشه که همون قسمت در سمت چپ هم همین کار رو انجام بده. هر موجودی که مغز داشته باشه همین شکلیه، از دو قسمت چپ و راست تشکیل شده. اما مغز انسان با اونها فرق داره. اونها دوتا قسمت مغزشون تقریبا یکسانه، اما مال انسان نه. یک نیمه قوی تر از اون یکی نیمه است. این داستانم برمیگرده به صدها هزار سال پیش، زمانی که انسان‌ها دارن فرگشت میکنن و میان جلو و از زمان هومو ایرکتوس ها اونا یک دست یا یک پای خودشون رو ترجیح دادن. مثلا نیزه رو گرفتن دست راستشون. تو نقاشی‌های باستانی درون غارها وقتی دست خودشون رو روی دیوار کشیدن، دست چپشون رو کشیدن و این نشون میده که دست چپشون رو گذاشتن روی دیوار و با دست راست که دقت بیشتری داره دورش رو رنگ کردن. اینو تو نقاشی هایی هم که دارن شکار میکنن میشه دید که نیزه تو دست راستشونه. در استخوان هایی که از هومو سیپین ها و ناندرتال ها پیدا شده، استخوان بندی های دست راست قوی تره و خیلی به ندرت پیدا میشه که سمت چپی قوی تره. این درست، ولی یک سوال مهم رو هنوز جواب ندادیم. چرا انسان‌ها دست راستشون رو بیشتر ترجیح دادن؟ دانشمندان ده‌ها سال روی این موضوع کار کردن. نتونستن بفهمن چرا انسان‌ها دست راستشون رو ترجیح میدن. البته منظورمون اکثریت انسان‌هاست. برای همین دانشمندان رفتن سراغ DNA. اونا متوجه شدن بیشتر چپ دستا مردن. بعد که بیشتر تحقیق کردن فهمیدن که چپ دست بودن و راست دست بودن ژنتیکی نیست. یعنی اگر پدر چپ دست باشه دلیل نمیشه که پسرم چپ دست میشه. بعد از ژن دانشمندان رفتن سراغ مغز. یک سری آدم چپ دست و راست دست انتخاب کردن که بیان آزمایش بدن. اونها رو به دستگاه وصل کردن و بهشون گفتن مثلا با دست راستتون بنویسید. میخواستن ببینن تو مغز چه حالتی ایجاد میشه و برعکس با دست چپتون بنویسید تا ببینیم تو این حالت چطوری میشه. با این آزمایش یک جرقه تو مغز دانشمندان میزنه و یه جورایی متوجه میشن که چرا اکثریت انسان‌ها دست راستشون رو ترجیح میدن.
قسمتی در نیمکره چپ مغز وجود داره به نام BA44. این قسمته که دقت در دست و پای انسان رو تنظیم میکنه و چون این قسمت در نیمکره چپ مغزه، اکثریت انسان‌ها متوجه شدن که دست راستشون کار بهتری انجام میده و ابزار رو دادن دست راستشون. همین ابزار گرفتن تو دسته که باعث شده انسان‌ها با حیوانات فرق داشته باشن و این تفاوت روز به روز بیشتر بشه. چون حیوانات نمیخواستن ابزار بگیرن تو دستشون، برای همین چپ و راست مغزشون یه جور داره کار میکنن. اما ما با گرفتن ابزار تو دستمون طوری فرگشت کردیم که این تفاوت ایجاد بشه. پس اون 10% چپ دست چی میشه؟ آیا اونها به یک طریق دیگه فرگشت کردن؟ مگه اونها نیزه یا ابزارهای دیگه تو دستشون نگرفتن؟ بله اونها هم گرفتن، ولی نمیتونیم بگیم مغز ما تو همه انسانها دقیقاً به یک شکل کار میکنه. اون 10% که چپ دستن مغزشون به یک شکل دیگه کار میکنه، نه اینکه فرق خیلی بزرگی داشته باشه ها. دانشمندان میگن یک چپ دست مغزش معمولاً منظمتر کار میکنه و برای همینم در بین چپ دستا سخنران‌های ماهری پیدا میشه که میتونن روون حرف بزنن. چپ دستا نیست تعدادشون کمه، در طول تاریخ همیشه با ارزش‌تر بودن. مثلا یک جنگجویی که با دست چپ شمشیر میزد ارزشش بیشتر بود چون کم بود. البته بعدها ادیان که قدرت میگیرن چپ دست‌ها گرفتار میشن. مخصوصا تو اروپا میگفتن کار شیطانه که انسان چپ دست میشه و جالب اینه که این کارشون تا دهه 1960 هم ادامه داشته. تو مدرسه بچه‌های چپ دست رو تنبیه می‌کردن که به زور راست دستشون کنن. پدر و مادرها هم درخواست می‌کردن که بچه‌های ما رو راست دست کنید. بالاخره اون بچه چپ دست یاد می‌گرفت که با دست راستش کار کنه، اما تمایل اصلیش به دست چپش بود. این داستان‌ها تو اروپا خیلی زیاد بوده. هر چیزی رو که کم می‌دیدن میگفتن این شیطانیه. آدم چپ دست، آدم مو قرمز، آدم چشم سبز. اگر این ویدیو رو تو آنتن دیده باشید میبینید که تو یک دورانی مو قرمزها و چشم سبزها رو آتش میزدن. حداقل چپ دست شانس زنده موندن داشته، اما اینها رو نه، اینها رو میسوزوندن. امروزه دنیا برعکس شده. یک والیبالیست چپ دست، یک بوکسور چپ دست خیلی ارزشمندتر از راست دسته. پا هم همینطور. یک فوتبالیست چپ پا خیلی کمیابتر از راست پاه. باور کنید خوب موقعی به دنیا اومدیم. حداقل این بند و بساطا تو 90% دنیا جمع شده، اما هنوز دنیای مساوی برای چپ دستا به وجود نیامده. بیشتر چیزها برای راست دست‌ها ساخته شده. مثلا قیچی‌ها برای راست دست‌ها ساخته شده، مگر اینکه سفارش ویژه بدی برای دست چپ. یا کیبوردها و موس‌ها، اگر بخوای با دست چپت موس استفاده کنی مشکل داری. صندلی‌های مدرسه برای راست دست هاست. در کنسرو باز کن رو نگاه کنید. یک چپ دست اگر بخواد در کنسرو رو باز کنه مشکل داره. یا وقتی میخوای انگلیسی بنویسی، یعنی از چپ به راست، یک چپ دست همیشه دستش مالیده میشه روی نوشته و جوهری میشه، مگر اینکه فارسی بنویسه که از سمت راست شروع میشه. دوربین‌های عکاسی رو وقتی نگاه می‌کنید، شاسی عکس برداری سمت راست قرار گرفته و اگر یک چپ دست بخواد عکس بگیره، باید از دست راستش استفاده کنه. یا سازهای مختلف مثل گیتار. البته گیتار چپ دست هم وجود داره، ولی به صورت سفارشی.